امروز قراره یکی از لپتاپ های گیمینگ محبوب لنوو یعنی آیدیا پد گیمینگ 3 رو بررسی کنیم. این لپتاپ با پردازنده نسل 12 اینتل، کارت گرافیک RTX، نمایشگر 120 یا 165 هرتزی و طراحی گیمینگ جذاب. پردازنده این لپتاپ: این مدل با پردازنده های نسل 12 اینتل، کور i5 و کور i7 عرضه شده که برای گیمینگ، ادیت و کارهای سنگین عالیه. کارت گرافیک RTX که داره برای اجرای خیلی از بازی های جدید مناسب، خیلی راحت کار میکنه. نمایشگر: صفحه نمایش 15 اینچی IPS با رفرش ریت 120 یا 165 هرتز باعث میشه بازی ها خیلی روان دیده بشن. کیبورد نورپردازی داره. ظاهر لپتاپ گیمینگ و سیستم خنک کننده داره. حس یه لپتاپ حرفه‌ای رو میده واقعا. و این لپتاپ میتونین بعدها ارتقا بدین. 2 اسلات رم و 2 جای SSD داره، پس میتونین بعداً راحت ارتقاش بدین. اگر دنبال یه لپتاپ گیمینگ خوش قیمت برای بازی و تدوین و استفاده روزمره هستی، این مدل یکی از گزینه‌های محبوب بازار است.